اگر یک خانم از شوهر خود طلاق میگیره چرا با یک کس دیگه عروسی کنه اگر بخواد پس با شوهر اولی خود عروسی کنه؟ سوال شما همی است. سوال تا من تکرار کردم جواب میتم. این غلط فهمی مردم است. بسیاری از علما هم نمیفهمن. میگن که اگر زن و شوهر طلاق میگیرن و پس میخواین عروسی کنن، اینا نمیفهمن. میگن که نه، باید همراه یک شخص سوم عروسی کنه و پس بیایه بعد از او میتونه. در قرآن بسیار صاف نشته شده در سوره بقره بعد از آیه 200 به بعد تا آیه 50 نشته شده، تمامش راجع به طلاق است که چی رقم طلاق داده شوه. اول باید بین خود جور بیاین، طلاق نکنن. اگر نمیشه میرن پیش بزرگا، از طرف شوهر و خانم یک بزرگ بیارن گپ بزنن. اگر نشد بعد از او طلاق میتن. بعد از طلاق 3 ماه اینا وقت دارن، 3 ماه عدت وقت دارن. 3 ماه بعد طلاق تکمیل میشه. مگم اگر در جریان از این 3 ماه زن و شوهر بخواین که پس بیاین امرای یکی دیگه زندگی مشترک کنن، میاین، طلاق نمیشه. هیچ نکاح ضرورت نیست. اینا هنوزم زن و شوهر هستن، طلاق از اینا تکمیل نشده. ببینین بسیار یک باریکی کلان از بسیار وقت زیاد داده شده. در یک گفتن طلاق نمیشه طلاق. مگم اگر بعد از 3 ماه با هم نمیاین، پیش هم دیگه نمیاین و از هم جدا میشن، 1 سال بعد اونا فکر میکنن ما اشتباه کردیم، ما میخوایم دوباره عروسی کنیم. در قرآن آیت در سوره بقره دمی بین آیت 200 تا 250 میگه زنا را باز ندارین، منع نکنین از عروسی کردن با شوهر قبلیشان. او زنه که میخواه که با شوهر اولی خود عروسی کنه میتونه، لیکن نکاح نو، مهر نو، عروسی نو، مهر نو. این جوان میگه باید که تکی دیگه عروسی نکنه اول. دکتر ذوالفقار نایک میگه نه 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 نه، یک تعریف غلط شده. ما میایم سر از این موضوع. مردم فکر میکنن که باید یک کس دیگه امرایشان عروسی شوه، حلاله شوه. ایتر یک چیز در قرآن ایت نیست. ما میایم سر از او. مگم باز اینا اگه عروسی کردن 1 سال بعد، باز 3-4 سال بعد طلاق شدن، باز همطور یک بزرگ بیارین طلاق بگوین، 3 ماه وقت بگذرانین. اگر طلاق شد 3 ماه طلاق پورا شد، باز طلاق شد، صحیح است. باز 1 سال بعد از او باز فکرتان میشه که باز غلط کردیم، باز میتونین عروسی کنین، مهر نو، عروسی نو، نکاح نو. باز هم جنگ میکنین. دفعه 3 جنگ کردین. مگم اگر دفعه 3 طلاق شد، باز الله تعالی میفرماید در سوره بقره در آیه 230 که اگر دفعه 3 اگر طلاق کردین، باز او فاینال است دیگه، او طلاق شد. بعد از او باز نمیتونین که با هم دیگه عروسی کنین تا وقتی که با یک شخص 3 عروسی نکنین. به خاطر چی؟ که عروسی اوی خب اشتک بازی و گودی بازی نیست. در خاطرکی که گودی بازی میکردن که بازی عروسی کنه جدا شود، یک روز 10 دفعه میتونین عروسی کنین. او گودی کاری زندگی گودی بازی نیست. بر طلاق دادن هم بسیار مشکل است، آسان خونه. 3 ماه وقت تیر میشه. بزرگا را باید بیاری، خودتان گپ بزنین، 3 ماه وقت بگذرانین. بعد از او با بسیار محبت از هم جدا شوین، بالا یکی دیگه تهمت نبندین، سر یکی دیگه مرداری نندازین. بعد از او میتونین پس عروسی کنیم. ما هیچ وقت در زندگیم کسی را ندیدیم که 3 دفعه طلاق شده باشه به شکل درست. 1 دفعه دیدیم طلاق شده، 2 بار دیدیم، دفعه 3 خب هم ندیدیم. اگر گودی بازی کنین خب صحیح است. 1 دفعه طلاق دادین، 2 دفعه طلاق دادین، 3 دفعه طلاق دادین، صحیح است. بعد از دفعه 3 دیگه میتونین. شما نمیتونین این کاره. شما باید همراه یکی دیگه عروسی کنین. بازی شوهر نو که ببینین میگین خب والا فکرتان میشه و شوهر اولی ما که بود، خب از او به خاطر کار بودم که روز 5-6 ساعت پیش ما میبودی. شوهر نو خب بیخی 2 ساعت پیش ما هستک، خیام اولی صحیح هستک، بیا ما پس میرم پیش از او. باز او وقت میفهمی که نان چند فطیر است. او عروسی که کنی باز ببینی که تو خود مشکل دایی بود که شوهر قبلی ما خودت امروی ما جنگ میکرد، حالی که عروسی کردی دیدی که این شوهر خود از وام کرده بیخی چتی برآمد. میفهمی نه؟ باز اگر امروی از این نو شما طلاق شدین، مثل دفعه قبلی بین یکی دیگه اول کوشش کنین جور بیاین، که نشد بعد از او بزرگوار بیارین. پلان کردگی نه که تو که باش که بگین 3 دفعه ما از شوهر قبلیم طلاق گرفتیم، حالا به خاطر که همین چیز اسلام پورا شود یک پلان کنیم که این نفر بگویم ما 1 شب امروی تو عروسی میکنم، باز بعد از او پس طلاق میشیم. این حرام است. تو نه، این در جان زنی نمیشه به قانونای خدا.
بعضی از کسا میکنن و او کسایی میکنن که اونا فکر میکنن بعد از یک طلاق باید خانم امرای یکی دیگه عروسی کنه و پس کتمه بیا. اونا همین تکنیک میزنن، باز یک شب یکی دیگه عروسی میکنن، باز پس طلاق میشن و پس میاین. این حرام است. بسیار کسا میکنن، غلط است. در قرآن تو هدایت داده نشده. دیگه بازی خانم امرای از این شوهر نو که طلاق گرفت، باز پس میتونه با شوهر قبلی خود برای عروسی کنه. این ضروری است که با شوهر سوم عروسی کنی بعد از اینکه 3 دفعه طلاق گرفتی از شوهر اولت. این نمطور باید شوه. پس در اسلام گفته شده 3 بار به شکل درست طلاق شوه. اسلام دامنش بسیار کلان است، دین صحیح است و این یک طریقه بسیار درسته زندگی است. خدا کنه جوابتان گرفته باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. نام من زاید احسان است، من پروفسور هستم. سوالم ای است: آیا در اسلام بعد از اینکه یک خانم طلاق میتی، بعد از او به خاطر پیش بردن زندگی از او در آینده از خانم طلاق شده باید بر از او خرج و مخارج شبتی یا نه؟ دکتر ذاکر نایک میگه برادر ما سوال میکنن که در اسلام آیا این گفته شده که بعد از اینکه خانم طلاق میتی باز تا آخر زندگی خرج و مخارج از او بتی؟ ما باید براتون بگم در اسلام حق و حقوق که خانم‌ها داره قدر خوب است، زیادتر از خرج و مخارج زندگی است که شما میگین. حقوقی که در اسلام داده میشه در قانون هندوستان خرج و مخارج تا آخر زندگی است. چند سال پیش چند میدادن؟ او چند بود؟ 400 500 حالا شاید زیادتر شده. او چیست 400 500 چی میشه؟ سعی کنین. در اسلام مهر است. مهر یعنی در وقت عروسی شما مهر را تعیین میکنین. در قرآن آیت است که شما طلا میتونین بتین. در کدام قانون هندوستان است که طلا بتین تا آخر عمر؟ در اسلام مهر است. مهر چند طریقه داره. او مهر گرفته میتونه به والدین خود بده، به آینده خود نگاه کنه، بعد از طلاق کارش میایه. مگم وقتی که طلاق میته تا 3 ماه خرچ زندگی از او خانم شوهر باید بده. اگر این مادر حامله است تا وقتی که بچه پیدا میشه خرچ از او را باید شوهر بده. و اگر پیش از این خانمش اولادا است، اولادای از این شوهر است، تا وقتی که او اولادا بالغ میشن، کلان میشن، باید تمام خرچ و مخارج شوهر بده. مگم چرا تا آخر عمر نه؟ به خاطر که در اسلام مهر خو از زن است. مهر خو هر چقدر که بخواد تعیین کنه میتونه. اگه کم تعیین کرد خو اشتباه خودش است. مهر خو گرفت به خاطر که یک خوبی دیگه ای است که بعد از این که طلاق گرفتی خانم میتونه دوباره عروسی کنه. مهر هم گرفته. بعد از او رسول الله میفرماید بهترین فامیل است که دختر طلاق شده خدا خوب نگهداری کنن. خب مادر پدر میتونن نگهداری کنن، برادر میتونن، برادرش نکرد معاشره میکنن که کی خیش قومش کمک میکنن. اگر او نکرد دولت اسلامی او خانم حمایت میکنه. ولی اگر بگویم که شوهر باید خرچه بده، باز ما باید یک لکچر نو بتم حقوق مرد در اسلام. مردم خو یک حق داره خال خی محرم بده تا 3 ماه وقت عدت که بود او را خرچش بده. بازو زن یک عروسی نو کنه از وام یک مهر بگیره. خیلی دیگه نمیخوایم کل ما سر مردا ظلم بکنیم. نه، مرد وقتی که طلاق داد مهر داد. خانما خو بسیار فامیل داره، برادر داره که از او محافظت میکنه، از او حفاظت میکنه، اولادایش میباشه. او عروسی نوام کده میتونه، شوهر نوش مهر نو برش میته. این کسی که این شوهر که طلاق شده ای که نو عروسی کنه باید مهر نوام بده. مهر نوام بده. خانم قبلی رو پیسه داده بره. ما دیگه باید یک لکچر نو بتم حقوق مرد در اسلام. پس خداوند عدالت کرده. خانما از مردا بلند نیست. به می خاطر الله متعال صحیح تنظیم کرده. مگم فکر خانما رم کرده که اگر اونا ضرورت داشتن مردم باید کمکش بکنه و یا دولت کمکش بکنه، دولت اسلامی. خدا کنه جوابتان گرفته باشین. این ویدیو را با دوستایتان شریک بسازین، از ویدیوهای دیگه ما دیدن بکنین و چینل ما را سابسکرایب بکنین. تشکر.